اما متاسفانه که همین لحظه من در خانه هورا سادات هستم، پیش فامیلشون هستم و بدبختانه باید بگوییم که هورا سادات همکار سابق ما، کسی که همراهش برنامه زیادی داشتیم، ازش خاطره خوب خاطره بد نداریم. متاسفانه امروز نه در میان ماست، نه در میان رسانه هاست و ما هورا سادات را متاسفانه از دست دادیم. ای که چی وقت دقیقاً هورا سادات اتفاق برش افتاده و چند روز میگذره از وفاتشان، همینجا برادرشان هست همراه من، از زبان برادرشان میشنیم. بعد از او اگر اجازهشان بود ما به مزار هورا سادات هم خواد رفتیم، دعا خواد کردیم و از شما عزیزانم طلب دعای مغفرت داریم. اول خود زندگی سرتان باشه، نمیتونیم با کلمه زندگی سرتان باشه از دردتان کم بکنیم، اما به هر حال زندگی سرتان باشه و اگر مناسب میبینین حالتتان خوب است کمی در مورد حادثه بگوین.